بینندگان عزیز، مسلم است که دولت‌های دوست و برادری ازبکستان و تاجیکستان امروزها در مرحله نوی رابطه‌ها قرار دارند و این مرحله نیک سال تا سال نتیجه پربار خود را نشان داده ایستاده است. باید ذکر نمود که در رشد این علاقه‌های همه طرفه سودمند سهم سروران دو مملکت بسیار بزرگ است. در پرتو همکاری‌ها و رابطه‌های دو کشور با تشبث سفارتخانه جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان طی 2 روز در سمرقند چهاربینی‌های علمی و ادبی و فرهنگی برگزار شد. مهمانان و میزبانان قبل از آغاز همایش در قصر نورافشان اثرهای رسامان جوان ولایت سمرقند و عکسبردار مشهور و عضو اتفاق رسامان تاجیکستان شهرت یارف را تماشا کردند. سال 2019 بود بعد که روایت شده شد ما در همینجا یک نمایش عکس‌ها برگزار کردیم در گالری 400 بود. خیلی خوش بود. برای همینم بسیارها دیدن کردن از دستاوردهای جمهوری تاجیکستان و ازبکستان. همین خیلی با خبر شدم ما یک خلقی که با 2 زبان گپ میزنیم. برای همینم من بسیار یک نطقی عجیب وقتی که ما از سرز گذشتیم نوشته که دوستی تاجیکستان و ازبکستان ابدی بود. ما خیلی خرسندیم که در شهر بستانی سمرقند هستیم. نمایش عکس‌های آوردیم. خیلی خوش است که مردم باز به هم نزدیکتر میشد. زنده با دوستی تاجیکان و ازبکان. خوشبختانه ما امروز با دو این کشوری که دوست رفیق برادر هستیم با برادری جوانی خودم شاخور جان از استرامشان با تاشکند در سمرقند یک روزی خوب که واخوری کرده ایستادیم. یکی از بیت‌های استاد سیدلی مامرو پیشکش شما می‌فرمایم. ما دوستان همدل یک جان یک زبانیم از خاک تاجیکستان روشندل زمانیم از خاک تاجیکستان روشندل زمانیم. در تاریخ دوستی خلق‌های برادری ازبک و تاجیک اصلا سمرقند یک مکانی است که خلق‌ها را به هم دوست کرده است. از اینجا کاروان‌های تاریخی می‌گذشته آدم‌ها بسیار ملاقات مدنیت‌ها همیشه در سمرقند به وقوع می‌پیوستند. شکر استقلال شکر این روزها که باز هم ما در خاک سمرقند با دوستان تاجیکستانی اینجا جمع آمدیم. سپس ژورنالیست خدمت نشانداده ازبکستان فرمان تاشف پس از سخن مقدموی رشته سخن را به سفیر تاجیکستان در ازبکستان عبدالجبار رحمانزاده داد. دوستی ما را به هم نزدیک کرد. آفتاب زندگانی دوستی است. آفتاب و آسمان پاینده باد. این زمین و آن زمان پاینده باد. اتحاد تاجیکان از دوستی است. دوستی تاجیکان و ازبکان پاینده بود. با سخن برآمدگان عاید همکاری‌های فرهنگی، علمی و ادبی با افتخار حرف زدند. باوری کامل داریم که همکاری‌هایمان در همه بخش و سمت‌ها من بعد نیز گسترش خواهند یافت. O'zbekiston va Tojikiston xalqlari o'rtasidagi abadiy do'stlik bugun ham gurkirab, yashnab davom etayotganligini bunga anjumanda ko'rib turibmiz. O'zbek xalqi va tojik xalqi bir daraxt sifatida adabiyot orqali, ilm orqali, madaniyat orqali bir-biri bilan bog'lanib turibdi, bir-biriga yanada yaqinlashyapti. G'ofur G'ulom bilan Tursunzodani olamizmi, Erkin Vohidov Abdulloyevlar bilan loyiq sharallarni olamiz. Bularning hammasining do'stligi bugungi kunda davom etyapti. Samarqand azaliy madaniyatlar, ma'rifat maskani sifatida tojikistonlik mehmonlar bugun kutib oldi va bugun ilmiy konferensiyada mana shu o'zaro do'stligimizni, xalqlarimizning ezgu orzu umidlarini naqadar yaqinligini va bu kelajakda ham davom etishini
ادبیات دوستلigi ilm fan do'stligi abadiy do'stlik ekanligini bugun yana isbotlab turibdi. در قسم بدیعی انجمن هنرپیشگان ازبکستان و تاجیکستان با سرودهای دلاشوب و دلنشین طبع خازیران را بالنده ساختند. امروز بسیار یک برنامه پرمحتوا، بسیار یک شام دوستی، بسیار یک برنامه فرهنگی زیبا عجایب برگزار گردید که از آن بسیار خرسند شدیم. از قدم دوستان، از دیدار دوستان، از دیدار استادان و بزرگانی که از جمهوری برادری تاجیکستان آمدند بسیار خوشبخت شدیم، خوشحال شدیم. می‌خواستیم که همیشه دوستی ابدی باشد. با شرافت سیاست عاقلانه و عادلانه سران دو دولت امروز مرزها گشوده است، مرزهای دوستی باز است، سرحدها باز است و این گونه دیداربینی ها هر زمان دایر می‌گردند. می‌خواستیم دوستی ابدی باشد. ماه مارت 2018 آغازی که ما سرحد را گشودیم در جرتبه سراس، اونجا خرسندی و مردم شادیش دیدیم که این سیاست خردمند پرزیدنت ما، دورنمایی پرزیدنت ما و تاجیکستان است. منزل نوبتی اشتراکداران انجمن آثارخانه استاد صدرالدین عینی بود. مدیر آن امردین پولادی و مهمانان دایر به تعمیر و ترمیم و افزایش اکسپونات ها معلومات داد. یک قطار شاعر و نویسندگان اثرهای تازه نشر خویش را به کتابخانه آثارخانه استاد تقدیم نمودند. استاد عینی حتی اثرهای بسیار بزرگشان از جمله رمان مشهور غلامان را اول به ازبکی نوشته بودند، کلر بعد اون به تاجیکی ترجمه کردند. بنابر همین ما در این باره سند و خاطره بسیار داریم. مثلا یکی از مشهورهایش این است که استاد شعر معاصر میرزا ترسونزاده با حمید عالم جان و همسری محترمه حمید عالم جان زلفیه خانم دوستی داشتند و استاد ترسونزاده شعر بسیار خوبی دارند. میگوید دختر ازبک ما را گوش کن، دیگران را اندکی خاموش کن، گوش کن، گپ‌های ما بیهوده نیست، این صداهای دل آسوده نیست. و همین گونه یک شعر بسیار هم صمیمانه است و این علکه علامت آن است که واقعا هم دوستی تاجیکان و ازبکان امروز بیشتر از اون پیش که بود دوام دارد. 4 مصرع شعر باقی رحیم‌زاده که بسیار هم عالی جناب گفتند. فرق همه مردمان دیگر آسان با هم شده ما چنان هم نزدیک، بیننده چنین سؤال آرد به میان، ای جوره بگو تاجیکی یا ازبک. ببینید بنابراین این خودش علکه از آن گواهی میدهد که در همه دور زمان این دوستی دوام دارد. محفلی که امروز هست به نام استاد صدرالدین عینی وابسته است و سمرقند شهری است که به استاد صدرالدین عینی نسبت حتی به زادگاهشان بخارا بیشتر خدمت کرده است. طالب علمان مکتب رقم 22 شهر سمرقند شعر و غزل‌های استاد صدرالدین عینی را قرائت کردند. میان مهمانان و میزبانان صحبت صمیمی برگزار شد. دایر شدن چون ملاقات و واخری از قبیل کنفرانس و سمینار در موضوع دوستی بسیار به منفعت کند، رابطه های ما را به مستحکم استوار میگرداند، مهر محبت زیاد میشه، طوری که میگن مهر در چشم است. این سفر باید طرفین باشد و در کنفرانس مذکور که نمایندگان علم و ادب در باب رفاقت دوستی تاجیک و ازبک سخن گفتند، از تاریخ، از تمدن و از گذشته بسیار عبرت آموزی تاجیک و ازبک یادآور شدند، از همکاری های ادبی و فرهنگی و علمی، یعنی برای آیندگان این نمونه عبرت میشه. این دوستی را، این رفاقت را استاد صدرالدین عینی و دیگر شخصیت های بزرگی ملت تاجیک و ازبک استوار نگاه داشتند تا ما رساندند و ما وظیفه‌دار هستیم در گردن خود رسالت میشماریم که برای نسل‌های آینده رسانیم. روز دوم در دانشگاه دولتی سمرقند به نام شراف رشیدوف چاره‌بینی تنتنوی تشکیل گردیده، در آنجا اتاق زبان و ادبیات تاجیک و مرکز مدنی تاجیکستان گشاده شد. در این تنتنه نیز نمایندگان از 2 کشور سخنرانی نموده
از چنین حادثی خوبی فرهنگی اظهاری خوشنودی نمودند و برای رواج دادن این همکاری ها اندیشه های خود را اظهار نمودند. من با حکومت جمهوری تاجیکستان، حکومت جمهوری ازبکستان با دو پرزیدنتی کشورمان جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و جناب عالی پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف اظهار سپاس می‌نمایم که در تحکیم دوستی خلق‌های تاجیک و ازبک بیرقبرداری که بخش دوستی ایشان هستند تشکر میگیم و باوری داریم که دوستی ادامه می‌یابد. مرکز و اتاق زبان و ادبیات تاجیک با دستگاه‌های تکنولوژی معاصر مجهز شده دارای بیشتر از 3000 عدد کتاب، دستورهای تعلیمی و فیلمنامه‌ها با زبان تاجیکی میباشد. Bu üniversitede 1957 yıldan beri Tacik Dili ve Edebiyatı bölümü var. Bugün açılayotgan markaz ve kabinet xalqlarimiz o'rtasidagi abadiy do'stlikni yanada mustahkamlashga, bir-birimizni yaxshiroq tanishga, mintaqadagi integratsiyani kuchaytirishga, o'zbek va tojik xalqlarining ko'p asrlik do'stligini yanada yangi bosqichga ko'tarishga xizmat qiladigan kichkina bir pillapoya deb hisoblaymiz va do'stlik bor joyda albatta birodarlik bor, yaqinlik bor, xudoandalik bor va taqdirlarning yagonaligi bor. در ادامه این تنتنه محفل مشترکی گنج سخن در یک جایگی با نمایندگان اتفاق نویسندگان ازبکستان و تاجیکستان برگزار گردید. امروز دوستی و برادری بین تاجیک و ازبک مستحکم گردیده ایستاده است. امروز در تمام جبهه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی کشور همکاری‌ها وسعت بخشیده ایستادند. قابل قید است که امروز با شرافت سیاست خردمندانه سران دولت ما در جمهوری تاجیکستان در آن منطقه‌هایی که ازبک نشین هستند مکتب‌های میانه تحصیلات میانه عمومی و همزمان مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی با ابتکار هر دو سروران در جمهوری تاجیکستان محض در ولایت ساخته و به استفاده مردم داده شده است. با ابتکار سران دولت جمهوری ازبکستان در ولایت فرغانه یکچند مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و تا مکتبی ساخته به استفاده داده شد که در آنها شرایط‌های مفید فراهم آورده شده است. به همه آن نفرانی که اگر در جمهوری ازبکستان باشند با برندگان زبان تاجیکی یا اینکه در جمهوری تاجیکستان نفرانی ازبک زبان هستند همه شرایط‌ها مهیا گردیدند که تا که آنها با زبان مادری خود به تحصیل فرا گرفته شوند. پس از معروضه‌های علمی، شعرخوانی، شاعران معروفی دو جانب بسیار گرم و صمیمی صورت گرفت. در سر این همه چاره‌بینی ها سفیر محترم تاجیکستان در ازبکستان عبدالجبار رحمانزاده ایستادند. این همه نشانه های خردمندانه استاد است که احتیاجات دانشجویان فاکولته فیلولوژی تاجیک را در اینجا به نوبت گرفته از نشریات های مختلف تاجیکستان مقدار زیادی از کتاب های علمی و ادبی اینجا حاضر نمودند. در نوبت خود معلمان دانشگاه نیز از این کتابخانه ها استفاده بردن میتوانند. میبرم هایی که در خصوص همکاری های مؤسسه های تعلیمی عالی تاجیکستان و ازبکستان برگزار شده است. خصوصا چندین میبرم هایی که در این بخش از طرف دانشگاه دولتی سمرقند و مقدار زیادی عالیگاه های تاجیکستان انجام داده شدند دوام همین کارها حساب میشه. به کتابخانه دانشگاهی دولتی سمرقند تعداد زیادی کتاب‌های ادبی و علمی و بدیعی تقدیم گردید. من از دیروز و از فردا و پس فردا نیندیشم که دی عشق است و حالا عشق و فردا عشق فردا عشق بیا ای شمس مولایم نما تا یک نفس گویم نه نینا عشق نینا عشق نینا عشق نینا عشق. من حاضر اینجا بسیار شاعران تاجیک و ازبک شعرها خواندن برآمد کردن با همین دوستی دو حلقه
با چنبرچسب کردن اساسی مقصد. دانشگاه سمرقند به آمدیم، من موزه صدرالدین عینی استاد رفتیم، البته سمرقند تماشا کردیم. اینا البته همیشه برای باز هم استفاده کردن دوستی دو حرب خدمت میکند. در مجموع این چاره‌بینی هایی که به مقصد تحکیم بخشیدن به دوستی و رفاقت و همکاری های دو جانبی مردم کشورهای ازبکستان و تاجیکستان تشکیل گردیدند، بسیار نتیجه بخش حسنی انجام پذیرفت و صحیفه تازه را در این جاده باز کرد. غم براری دلم هستی، تو شراری دلم هستی، تو که خود خوبی زمانی نرود از تو جوانی. همه این زور و توانی به غم و غصه بیمانی میکنم بر دعای ای عزیز دوستی جانی. شراری دلی من دوست، تو مداری دلی من دوست، تو بهاری دلی من دوست، مان کناری دلی من دوست، چی خورم غمی غمه را تا تو یاری دلی من دوست. همه این زور و توانی به غم و غصه بیمانی میکنم بر دعای ای عزیز دوستی جانی. با تو از غم نترسم، زی بشوکم نترسم، زی بلادم نترسم، زی عدو همه نترسم، تو اگر کنار باشی زی دو عالم نترسم. نفسی بهار داری ای رفیق تو مهربانی، شادی قلب تو بسیار ای دوست غمخوار، هرگز نشو خوار. مگون دو تکرار به تکرار، افتخاری منی ای دوست، ای دوستی غم خور. هم براری دلم هستی، تو شراری دلم هستی، تو که خود خوب زمانی نرود از تو جوانی. همه این زور و توانی به غم و غصه بیمانی میکنم بر دعای ای رفیق تو مهربانی.